سلام، من مجتبی ام. امیدوارم حالتون خوب باشه و اومدیم با یه ویدیوی جنایی جدید. ممنون میشم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و حمایتمون کنید. چنلمون رو هم حتما لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر شید. خب بریم سر پرونده جنایی امروزمون. در سال 1986 یه دختر 15 ساله به اسم انی اندرو یه سری تماس تلفنی از یه غریبه دریافت میکرد. البته دخترم همچین بدش نیومد، چون غریبه‌ای که اون طرف خط بود یه پسر همسن و سال خودش بود. پسر اسمش دنیل بود. دخترم زیاد سوال و جواب نکرد، فکر کرد یه دوستی چیزی حتما شمارش رو به اون داده. از اونجایی که پسره رو ندیده بود بهش گفت که خودتو توصیف کن بتونم تصورت کنم، چه شکلی هستی؟ دنیل هم نامردی نکرد، به انی گفت که قدم بلنده، بلندم، خوش تیپم و ورزشکار. واسه همین از انی خواست که باهاش بیاد سر قرار. انی هم از خدا خواسته قبول کرد. ولی دنیل چیزی نبود که توصیف کرده بود. پسری که اومد سر قرار اصلا قد بلند نبود، بلند نبود، ورزشکارم نبود و یه پسر لاغر مردنی. تازه موهاش چرب و مشکی بود، ابروهاش هم کلفت و ضخیم بود. تازه بوی عرقم میداد. مشخص شد که کاملا به انی دروغ گفته. توی شهر بازی هم قرار گذاشته بودن. سر صحبت باز شد و انی بهش گفت که مادرش به خاطر سرطان فوت شده. یهو دنیل وقتی اینو میشنوه چشماش گرد میشه و باز و قشق به حرفای انی گوش میده و به جای اینکه باهاش همدردی بکنه سوالهای عجیب و غریبی درباره مرگ مادرش ازش میپرسه. مثلا پرسید مادرت چقدر زجر کشید؟ هیچی دیگه. انی بدجور خورد تو ذوقش. این همه خودشو آماده کرده بود واسه قرار، ولی بهش دروغ گفته بود. واسه همین دیگه قرار دوم رو نرفت. اینجا باید داستان تموم میشد، ولی نشد. انی با دلی شکسته به خونه‌شون میره که با خواهر و پدرش زندگی میکرد. بعد از قرارش با دنیل احساس کرد توی خونه یه اتفاقای عجیب و غریبی میفته. مثلا بعضی شب از تو دیوار صدای ضربه میومد. واسه همین دخترها فکر کردن صداها به خاطر وجود یه روحه. پدرشون بیشتر وقتا بیرون از خونه سر کار بود و دخترها رو تنها میذاشت. بعضیا میگن که دخترها وقتی تو خونه بودن روح احضار میکردن، ولی خب این موضوع هیچ وقت تایید نشد. صدای ضربه ها نصف شب بیشتر شد و اونقدری که دخترها به سختی خوابشون میبرد. این کم بود که تکون خوردن وسایل تو خونه هم اضافه شد. غذا تو یه دقیقه از روی اوپن آشپزخونه غیب میشد. به پدرشون گفتن که کار روحه، تا اینکه نوشتنها هم شروع شد. یه شب که دخترها تنها بودن دوباره صدا شنیدن، ولی این بار از زیر زمین. شنیدن یکی داره روی دیوار چیزی مینویسه. روی دیوار نوشته بود من توی اتاقم، بیا و پیدام کن. 2 هفته بعد توی اتاق انی دوباره یکی نوشته بود من برگشتم، اگه میتونی پیدام کن. دخترها هم وحشت زده زنگ زدن به پدرشون و گفتن این خونه تسخیر شده است. پدرشون حرفای دخترها رو باور نمیکنه، تا اینکه یواشکی میاد به خونه و شوکه میشه. یهو دید که یه زن قد بلند با موهای بلند با لباسهای زن سابقش وسط اتاق خواب دخترش ایستاد. وقتی برگشت دید که یه مرده، کلاهگی سرشو و میکاپ کرده، یه تبرم دستشه. با هم درگیر میشن و پدره به پلیس زنگ میزنه. پلیس متوجه میشه این پسر ماه‌ها توی دیوار خونه‌شون قایم شده بود و زندگی میکرد. اون مرد جوان همون دنیل 17 ساله بود. دنیل واسه ماها انی رو اذیت میکرد چون دست رد به سینه‌اش زده بود. اینم عکسشه. این که بخوای روح بشی و کراشت رو اذیت کنی یکی از عجیب‌ترین داستان‌هایی بود که شنیده بودم. البته این بار اولش نبود، قبلا هم سابقه ورود به خونه و دزدی رو داشته. عاشق این بود یواشکی وارد خونه مردم بشه و وسایلشون رو تکون بده. اما این تازه شروع ماجرا بود. تازه هیولای وجودش بیدار شد. خلاصه دستگیر میشه و 1 سال به کانون اصلاح و تربیت فرستاده میشه. وقتی آزاد میشه به خونه همسایه‌شون میره و 2 تا تفنگ میدزده. چند متر اون طرفتر وارد خونه پرسیلا میشه، معلم مدرسه حامله‌ای که با 2 تا بچه‌ش زندگی میکرد و اون شب با بچه‌ها تنها بود. دنیل به این زن حمله و تجاوز میکنه. بعدش چندین بار بهش شلیک میکنه. دنیل 2 تا بچه رو هم جدا جدا توی وان خفه میکنه. بعدش فرار میکنه و سوار فلکس واگن یه خانومی میشه. تفنگ رو سمتش میگیره ولی زن خوش شانس بود و فرار میکنه.
زنه میره پیش پلیس و پلیس هم بعد از چندین روز جستجو دنیل رو پیدا میکنه. فکر میکنی این بار کجا بود؟ توی دیوار خونه یه غریبه؟ اون توی سطل آشغال بود. وقتی پلیس گرفتش، مأموری که داشت به زندان منتقلش میکرد برگاش ریخته بود، چون به طرز دیوانه‌واری میخندید. دنیل به اتهام 3 فقره قتل عمد محکوم شد و 3 بار حبس ابد گرفت. به نظرتون عجیبه یه مردی که توی دیوار زندگی میکرد روزی قاتل بشه؟ امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. ما رو حمایت کنید، به دوستاتون معرفی میکنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.